مریم این حوله کو؟ خیسه شستمش. بیا دستمال بردار. اذیت نکنه انقدر بخور. بده به من دستتو تمیز کنم. سیگار من کور. گذاشتم کنار آینه شمدون تو. بیا بخور. بر نده اینو هی جا به جاش نکن. بده به من اونو. نه بیا اینو بخور. مریم پیروکسیکام کجاست؟ من بعد خوابیدم دستم درد میکنه. چی؟ چیکار میکنی؟ پردره بکن. میاری تو چی کار اینا؟ ورزش کن. اینجا؟ بعد کی جمع میکنه اینا رو هر روز؟ بعد چی میاری اینو تو اینجا؟ همینجوری به اندازه کافی به هم ریخته نیست؟ مریم بیا مریم بیا مریم بیا بدو از افتاد. چرا اینو سنگین کردی؟ چیکار کنم؟ بیا برو اونور شغل. پشت تخت. من نمیتونم. بوری صندلی بیار بزن. چیکار کنم؟ بوری صندلی بیار بگم بزن. چرا وایس؟
سلام پریسا جون. من ناراحت. پریسا جون سلام. هانا رو آوردم. میتونی بگیریش به اون؟ آره؟ سلام. خوبی؟ کیفشو بدم به کی؟ کیفشو بدید من میدم. دستتون نرم. سلام. کاری نداریم با من؟ نه قربان خدا شما. خداحافظ. مرسی. سلام. 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 اون عکس‌ها رو برام گرفتی؟ کدوم عکس‌ها؟ عکسای پرستو. خانم رفت. بله. اینا عکسای مصاحبه لیلا حاتمیه. بزن فلاشو من بهت بگم کدوم رو برداری. بازش کن. بزرگ کن. خب اینو بردار. یه پایین. اینم بردار. یه پایین. اینم بردار. آره. یه پایین. بیا. اینم بردار. یه پایین. اینو ببین. این خوبه، فقط موهاش معلومه. درستش کن. گردنش هم درست میشه. خیلی خوب. اینم بردار. این خوب نیست؟ این خیلی جای کاریگرافیکی میده. باش، اونم بردار. فقط بیا پایین. بیا. این دوتا عکسای بچه‌ها رو هم بردار. بچه‌ها دارن سفر رو می‌بندن، زود برسون. چشم. سلام. خوبی مامان جان؟ من نه سر کارم. آره زنگ زدم همینطوری احوالتون بپرسم. خوب هستین؟ نه چیزی نشده. نه فقط آره می‌خواستم بپرسم ببینم شما امروز با سیاوش حرف نزدید، تلفنی نکردی یا چی؟ نه دعوا چرا؟ نه به خدا. نه شاید مثلا یه جای آنتن نمیده یا نشرسه، چون من چند بار زنگ زدم. بابام در اومد. اینقدر حساس بود، چند بار لباسش رو عوض کرد. خیلی بد. و بچه یه ساله داره. همش تو دست و پا. اصلا یه دقیقه نمیذاش من یه عکس خوب بگیرم ازش. خطرناکه. چه خطرناکه؟ بچه داشتن تو سن زیاد. مگه حامله است؟ نه، بچه یه ساله داره. ولی خب الان خیلی هم سن نداره ها. 40-41 سالشه. 40-41 سن نیست؟ نه. 40 سالگی به نظرم خیلی هم خوبه. آدم راحت کاراشو میکنه بعد سر تو خود فرصت چند سالت بود بچه دار شدی؟ 20-21. تو خیلی بچه بودی. تو سن حال نداری. 70 سالت که نیست که. 40 الانش که حال داری. بله. والا تا الان هم نیستی که. سلام خوب هستین؟ نه ولی به نظر من نه. سن بالام بهتره. من دوستام من سر کارم نیستیم شب. آیا بچه دار بشم؟ نمیدونم، من اومدم سر کار، خونه بود هنوز. ولی خب همیشه بعد من میاد، نمیدونم. ما میترسیم بچه دار بشیم، ای وای بچه فلان. خب پس چی ازدواج میکنن اینا؟ واسه سن خود باشه. بابا چقدر من الان خودم پیگیری میکنم. آره خب مثلا من خودم 40 سال بابام. چشم میگم بهتون. باشه خداحافظ. چیزی شده؟ جوانا رو خریدی خود درست کردی؟ نه بابا اینا رو چند روز پیش خونه یکی از دوستان رفتم اونجا کشف کردم برای اولین بار. من درست میکنم. الو سیاوش چرا تلفن جواب نمیدی؟ پیامم گرفتی یا زنگ بهم بزن. مگه آدم میخوره؟ یا باش همه گیاها رو که نمیخوره. این جوونا ها سوپ همیشه درست. خیلی هم سوپش خوشمزه است.
تو حالت خوبه؟ تو خوبی؟ سیاوش نرفته سر کار. این چرا خط آزاد نمیکنه؟ تو که میدونی این خرابه، از تلفن‌های اون ور بزن. نه گفتم شاید اومده باشه پیش تو. زنگ زدم جواب نمیده. گفتم خودش میسکالا رو ببینه باید زنگ بزنه دیگه. باشه حالا تو لطف کن اگر که خبری چیزی گرفتی به من. آره دست خودم نیستی که نگران میشم. باشه لطف کن. قربونت. ببخشید خداحافظ. قبل تو به علی زنگ زدم. نه خبر نداره. میشه اگه خبری ازش داری به من بگی؟ چی؟ نه میگم اگه خبر داری ازش به منم بگو. چی شد مایه؟ هیچی خبر ندارم. مامانش خبر نداره دوست داشتم همین. چیزی نشده بابا، نگران نباش. نمیدونم خیلی دلم شور میزنه. بهش اعتماد داری؟ نمیخواسته کاری بکنه تو نفهمی؟ نمیدونم. بابا من که میگم گرفته خونه خوابیده. برو یه سر بزن ببین چه خبر. خیلی کار دارم. کاراتو که به من بگو من انجام میدم، چیزی نیست که. زیاده. نه بابا حالا با هم دیگه کارش میکنم. بیدار شد. خلاصه بزن. امروز چیزی نگفت؟ مگه به حرف افتاده؟ همینو و داده و اینا رو. اگه هم چیزی گفته انقدر اینجا شلوغ بود که من نفهمیدم. دست در نکن. خواهش میکنم. صورتتو چرا نمی‌تونی تمیز کنی؟ گذاشتم اینا رو بخوابونم بعد. زیر چش سیاه شد. سلام. من در میبندم. خیلی ممنون.
سیاوش خونه ای؟ وای سیاوش خونه ای؟